شهری که تاریخ، تقدس و تمدن در آن به هم گره خوردند. سرزمینی که تاریخ آن هزاران سال قدمت دارد و در طول زمان با نام‌های مختلف شناخته شده است. اگر از این ویدیو لذت بردید، لایک کنید، نظر خود را بنویسید و چینل را سابسکرایب کنید. بلخ تنها یک ولایت نیست، بلکه گهواره تمدن‌ها، ادیان، دانش و فرهنگ بشری است. در این ویدیو بلخ را از نگاه تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی به صورت جامع بررسی می‌کنیم. بلخ در ادوار مختلف تاریخ و نام‌های آن. بلخ یکی از معدود شهرهایی است که در طول تاریخ در تمدن‌های مختلف نقش مرکزی داشته و با نام‌های گوناگون یاد شده است. در متون کهن بلخ با نام‌های زیر شناخته می‌شد: بخدی در متون اوستایی، باخترا در منابع یونانی، باختر در دوره‌های آریایی و یونانی باختری، بلخ باستان در منابع اسلامی و به عنوان ام البلاد یعنی مادر شهرها. در دوره آریانا بلخ یکی از مهمترین مراکز تمدنی این سرزمین بود. در زمان هخامنشیان بلخ یکی از ساتراپی‌های مهم امپراتوری به شمار می‌رفت. در دوره یونانی باختری بلخ مرکز قدرت سیاسی و فرهنگی بود. در دوران کوشانیان بلخ به مرکز تجارت، آیین بودایی و ارتباط شرق و غرب تبدیل شد. پس از ورود اسلام بلخ به یکی از مراکز بزرگ علوم اسلامی، فقه، فلسفه و ادب مبدل گردید و دانشمندان بزرگ از این سرزمین برخاست. موقعیت جغرافیایی ولایت بلخ در شمال افغانستان موقعیت دارد و مرکز آن شهر مزار شریف می باشد. این ولایت از شمال با ازبکستان، از شرق با کندوز، از جنوب با سمنگان و از غرب با جوزجان هم مرز است. زمین‌های بلخ اکثرا هموار و حاصلخیزند و نزدیکی به آمو دریا سبب رونق زراعت در این ولایت شده است. از نگاه جغرافیایی بلخ یکی از مهمترین دروازه‌های افغانستان به آسیای مرکزی محسوب می شود. وضعیت اقتصادی ولایت بلخ: اقتصاد بلخ بر 3 بخش اصلی استوار است. بلخ یکی از قطب‌های زراعتی شمال کشور است. محصولات عمده گندم، جو، برنج، پنبه، کنجد و غیره و در بخش باغداری انگور، خربزه، تربوز، انار و غیره می باشد. دامداری در ولسوالی‌های بلخ نقش مهمی دارد و منبع درآمد هزاران خانواده می باشد. تجارت و ترانزیت: بندر حیرتان مهمترین شاهراه تجارتی شمال افغانستان است. راه آهن حیرتان مزار شریف بلخ را به یک مرکز بزرگ واردات و ترانزیت تبدیل کرد. فرهنگ، جامعه و ساختار فعلی ولایت بلخ از نگاه فرهنگی نماد همزیستی اقوام مختلف افغانستان است. اقوام ساکن تاجیک، ازبک، هزاره، پشتون، ترکمن و عرب می باشد. زبانهای رایج دری، ازبکی، ترکمنی و پشتو. اماکن مهم: روضه مبارک حضرت علی رضی الله عنه در مزار شریف، شهر تاریخی بلخ باستان، زیارتگاه‌ها و مساجد کهن و زیارت رابیه بلخی. مراسم فرهنگی: جشن با شکوه نوروز و جندبالا که هر سال هزاران نفر را گرد هم می آورد. شاعران و ادیبان: مولانا جلال الدین محمد بلخی مولوی یکی از بزرگترین شاعران و عارفان جهان متولد بلخ. رابعه بلخی اولین شاعر زن شناخته شده در ادبیات فارسی. انوری شاعر و دانشمند قرن 12 که در بلخ زندگی و درگذشت. ابوشکور بلخی
ابوالمؤید بلخی و عنصری بلخی، شاعران برجسته قرن دهم و یازدهم، چهره‌های تاریخی و مذهبی بود. بالیکا بازرگان بلخی که پس از دیدار با بودا اولین راهب بودایی و مبلغ این دین در بلخ، شوانزانگ راهب و زائر چینی قرن هفتم که از بلخ دیدن کرد و آن را مرکز مهمی بودیسم هینایانه توصیف نمود. بلخ به دلیل تاریخ غنی مهد بسیاری از مشاهیر بوده است. این شهر نقش مهمی در گسترش فرهنگ و زبان فارسی داشته است. وضعیت اداری فعلی ولایت بلخ: در حال حاضر ولایت بلخ دارای حدود 15 ولسوالی می باشد. نگاه شهری و امنیتی: شهر مزار شریف به چند حوزه امنیتی تقسیم شده که اداره امور شهری و تأمین نظم را بر عهده دارد. بلخ سرزمینی با هزاران سال تاریخ، نام‌های گوناگون در ادوار مختلف، اقتصاد پویا و فرهنگ ریشه دار است. از بلخ باستان و باختر تا مزار شریف امروز، این سرزمین همواره نقش مهمی در تاریخ افغانستان و منطقه داشته است. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتان نشود. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.